این قطار خیلی سریع میره، فقط هم رو به جلو میره. قطار زمان، قطار زندگی. گول این روزمرگیاشو نخورین. گول اتفاقای کوچیک و انتظارات به ظاهر طولانیتون رو برای چیزای مختلف نخورین. مثل باد میگذره. این قطار فقط رو به جلو میره. بعد میبینی 30 و 40 و 50 رد کردی و پدر و مادرت 60 و 70 و 80. کم کم زمزمه سوت قطار و تیلیک تیلیک چرخش رو روی ریل تو گوشت میشنوی. این قطار فقط رو به جلو میره. بیماری عزیزانتو میبینی و کسایی که سفرشون در این دنیا رو باید خاتمه بدن و برن به جای بعدی. این قطار به عقب بر نمیگرده. حواست باشه. دست از کینه و کمالگرایی و سخت گرفتن و پیچیده کردن زندگی برا خودت برداری. ببخشی، آدما رو به حال خودشون بذاری و به خودت بپردازی. آخه زود میگذره، زود تمام میشه. سفر اونا، سفر تو. یه کاری نکن پشیمون بشی. رها کن، آسون بگی، خوبیاشونو ببین. مهربونی کنی، حال همه خوب میشه. حال دنیا خوب میشه. سفر زود تمام میشه. عجله کن.